تو یه رابطه خوب هستی و همه چی عالیه، مضطرب میشی و تمرکزت رو از دست میدی، یا اغلب اوقات این باور رو داری که هیچ کس دوستت نداره و بود و نبودت برای کسی فرقی نمیکنه. شاید هم از اون دسته از آدمایی هستی که وقتی با شخص جدیدی وارد رابطه میشی از ترس قضاوت دائما در حال پنهانکاری و دروغ گفتنی. ممکنه به خاطر اینکه اعتقاد داری صمیمیت باعث میشه که دیگران بهت آسیب بزنن، کلا به کسی خیلی نزدیک نمیشی یا با کسی صمیمی نمیشی. بعضی وقتا احساس تنهایی مثل خوره میفته به جونت و نمیتونی از این فکر در بیای که تو با بقیه فرق میکنی. تو الگوی روابطت متوجه تکراری بودن آدم‌ها و رفتارهای مشابه شدی؟ میدونی طرحواره درمانی راه حلیه برای رهایی از همه این رنج‌ها و جلوگیری از تکرار اونا. من فاتوش، طرحواره درمانگر، تو تراپی میخوام بهتون بگم که طرحواره چیه، چطور شکل میگیره، فعال میشه و ما برای کنترلش چطور میتونیم از طرحواره درمانی کمک بگیریم. قبل از هر چیز بهتره که خود کلمه طرحواره رو معنی کنیم. طرحواره یا اسکیما در واقع ساختار، قالب و چارچوبی هستند که دریچه‌ای رو ایجاد می‌کنن که هر فردی خودش، محیط اطرافش، اطرافیانش، رویدادها و وقایع زندگیش رو از این دریچه نگاه می‌کنه. هر چقدر اجزای تشکیل دهنده این دریچه که همون خاطرات و تجربیات کودکی ما، احساسات فیزیولوژیکی یا هیجانات ما هستن، دردناکتر و عمیق‌تر بوده باشن، طرحواره‌ها ناسازگارتر یا منفی‌ترن. خب بریم سراغ تاریخچه طرحواره درمانی. دکتر یانگ، بنیانگذار طرحواره درمانی، متوجه شد که بعضی از این طرحواره‌ها که زیر سن 11 سال شکل می‌گیرن باعث اختلالات شخصیتی و واکنش‌های ناکارآمد میشن. دکتر جفری یانگ، روانشناس آمریکایی که در ابتدا از درمان شناختی رفتاری یا CBT برای درمان اختلالات استفاده می‌کرد، متوجه شد که CBT به تنهایی برای حل مشکلات عمیق و ریشه این اختلالات کافی نیست. پس با تلفیق CBT با سایر رویکردهای درمانی مثل روانکاوی، نظریه دلبستگی و درمان گشتالت در سال 1980 طرحواره درمانی رو ابدا کرد. اون اولین کتابش رو در سال 1990 به عنوان طرحواره درمانی، شناخت درمانی اختلال شخصیت منتشر کرد. از اون به بعد طرحواره درمانی خیلی محبوب شد و به عنوان یک روش درمانی مؤثر برای طیف وسیع از مشکلات روانشناختی از جمله اختلال شخصیت، افسردگی، اضطراب، اعتیاد و حتی خشونت شناخته شد. در سال 1994 انجمن بین‌المللی طرحواره درمانی در آمریکا تأسیس شد و در سال 2010 طرحواره درمانی به عنوان یک روش درمانی اثربخش توسط انجمن روانشناسی آمریکا به رسمیت شناخته شد و در سال 2018 انستیتوی طرحواره درمانی در ایران تأسیس شد. هدف طرحواره درمانی شناسایی و تغییر طرحواره‌های ناسالم ذهنی مثل طرحواره رهاشدگی، نقص و شرم، شکست، محرومیت هیجانی، خودقربانیگری، وابستگی و غیره است و از فواید طرحواره درمانی هم میشه به افزایش اعتماد به نفس، بهبود در روابط بین فردی، کاهش افسردگی و اضطراب اشاره کرد. خب بریم سراغ نحوه کارکرد طرحواره‌ها. فردی رو در نظر بگیریم که در کودکی طرد شده یا مورد سوء استفاده قرار گرفته یا اینکه نادیده گرفته شده یا با مرگ دست و پنجه نرم کرده. این فرد در سنین بزرگسالی اگر وقایع زندگی فعلی خودش رو شبیه اون تجربیات آسیب رسان یا تروماتیک درک کنه، طرحواره‌اش فعال میشه و همون هیجانات منفی و شدید مثل شرم، خشم یا سوگ رو تجربه میکنه. یادمون باشه که همه این ادراک در ناخودآگاه ما اتفاق میفته و ما نسبت به اون آگاه نیستیم. برای مثال شخصی که طرحواره رهاشدگی بی‌ثباتی داره رو در نظر بگیریم. ممکنه برای جلوگیری از درد و رنج طرد شدن در مقابل تمام رفتارهای پارتنر کنترلگرش سر تسلیم فرود بیاره و سعی کنه هر طور که شده رابطش رو نگه داره، اما از درون علاوه بر ترس غم مضاعفی رو احساس میکنه که ریشه در حس تنهاییش داره و پارتنرش با هر انتقاد، کنترل یا تهدید به جدایی این حس رو پررنگ‌تر میکنه، تا جایی که فرد علاوه بر هیجان ترس و غمش دچار عصبانیت و خشم میشه و شروع میکنه به رفتارهای پرخاشگرانه
و این رفتارها با خواسته ها و رفتار شخص مقابلش در تضاده و این تضاد باعث به وجود اومدن تعارض و دعوا میشه و در آخر رابطه فرسایشی، بحث‌های تکراری و بدون نتیجه باعث میشن که رابطه به انتهای خودش برسه. رفتاری که ما در مواجهه با این هیجانات منفی و شدید نشون میدیم در واقع سبک مقابله ناسازگاریه که تو همون کودکی به وجود آوردیم تا مجبور نباشیم با این درد و رنج رو در رو بشیم. این رفتارها به ما کمک میکنن که از این رو در روی فرار کنیم، اما هیچ وقت باعث درمان این درد نمیشن. در واقع رفتار بخشی از پاسخ مقابله‌ای در مقابل درد طرحواره است، نه بخشی از خود طرحواره. این رفتارها به خلق و خوی هر شخصی و الگوسازی و همانندسازی با افراد مهم زندگی مثل والدین و همچنین شرطی سازی عاملی که طرحواره رو فعال کرده بستگی دارند. این رفتارها رو به سه سبک تسلیم، فرار و جنگ تعبیر می‌کنیم که در هر فردی متفاوته و بسته به موقعیت‌ها متغیر. مثلا ممکنه یه فردی در مواجهه با مسائل کاری سبک تسلیم، مسائل خانوادگی سبک فرار یا اجتناب، یا در مسائل عاطفی سبک جنگ یا جبران افراطی رو انتخاب کنه. تو حالت تسلیم فرد پذیرفته و هیچ وقت سعی نمی‌کنه از طرحوارش فرار کنه یا باهاش بجنگه و این باعث میشه که دوباره و دوباره همون دردها و رنج‌های کودکیش رو زنده کنه. فردی رو در نظر بگیرین که در کودکی رنج محرومیت هیجانی رو تجربه کرده و باور داره که هیچ کس دوستش نداره. در بزرگسالی شخصی رو انتخاب میکنه که بازداری هیجانی داره و نمیتونه عشق و علاقه خودش رو به زبون بیاره یا نشون بده. یا تو حالت اجتناب یا فرار، شخص موقعیت‌های زندگیشو طوری تنظیم میکنه که تجربیات دردناک گذشته رو دوباره تکرار نکنه. اگر هم ناگهانی همچین اتفاقی بیفته، با پرت کردن حواسش سعی میکنه از رو در روی با اون رنج خودداری کنه. این افراد کلاً از روابط صمیمی و عمیق دوری میکنن. اعتیاد به دارو، کتاب، الکل، مواد مخدر، وسواس تمیزی، هیجان طلبی از نشونه‌های رفتاری این افراد با این سبک مقابله‌ای. اما تو سبک جبران افراطی فرد در مقابله با طرحواره سبک جنگ رو به کار میبره. اون از طریق فکر، احساس، رفتار و روابط بین فردی طوری با طرحواره میجنگه که انگار طرحواره متضادی داره، یعنی در حین فعال شدن طرحواره دست به حمله متقابل میزنه. برای مثال شخصی رو در نظر بگیریم که طرحواره نقص و شرم داره که بی‌ارزشی فرد رو فعال میکنه. در ظاهر با اعتماد به نفس و خودشیفتگی رفتار میکنه، در حالی که در باطن در مقابل دیگران اعتماد به نفسش رو شدیداً در معرض خطر میبینه. اما طرحواره درمانی با آموزش درباره ریشه این رفتارها، نحوه فعال شدنشون و عملکرد طرحواره‌ها، با بررسی باورهای طرحواره‌ای و به چالش کشیدن این باورها، با استفاده از تکنیک‌های شناختی و تصویرسازی و الگوشکنی، رفتارهای سالم یا همون ذهنیت‌های کارآمد رو جایگزین رفتارهای ناسالم یا ذهنیت‌های ناکارآمد می‌کنه. جالبه بدونیم در مجموع 18 طرحواره ناسازگار اولیه، 54 سبک مقابله‌ای و 21 ذهنیت طرحواره‌ای وجود دارند که اکثر افراد دچارش هستن بدون اینکه بدونن. اگر علاقه‌مند به دونستن بیشتر و شناخت کاملتری نسبت به خودتون و رفتارتون هستین، با تراپیفا همراه باشین، سابسکرایب یادتون نره.